سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان گرامی. من مرجان صبا فرمولی هستم، خبرنگار در رسانه‌ای کاوون میدیا. رسانه‌ای که با هدف بازتاب واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و مهاجرتی جهان و افغانستان آغاز و کار کرده است. در زمانی که بسیاری از صداها خاموش شده‌اند، ما می‌خواهیم روایتگر آن باشیم که واقعاً در جامعه ما می‌گذرد. از تحولات سیاسی گرفته تا درد مهاجرت، از تجربه مهاجران در کشورهای مختلف تا تحلیل‌های دقیق از وضعیت امروز افغانستان. هدف ما ایجاد گفتگوی سالم، آگاهی سیاسی و بازتاب صدای مردم افغانستان است. صدایی که سالها نادیده گرفته شدند. در کاوون میدیا شما شاهد برنامه‌هایی در مورد سیاست افغانستان و جهان، وضعیت مهاجران در کشورهای مختلف، گفتگوهای داغ با فعالان سیاسی و مدنی و همچنان مستندهای اختصاصی درباره مهاجرت خواهید بود. ما باور داریم که رسانه فقط خبر نیست. رسانه یعنی آگاهی، صدا و مسئولیت در برابر حقیقت. شعار ما ساده است: کاوون میدیا، صدای حقیقت در میان سکوت. حتما بیننده برنامه‌های آینده ما باشید، چون بحث‌های داغ، گفتگوهای ویژه و مستندهای تازه در راه‌اند. کانال را سابسکرایب کنید، زنگ اطلاع رسانی را فعال بسازید و با ما همراه باشید در مسیر آگاهی، حقیقت و تغییر.